محترم کاتب حزبی، محترم رектور دانشگاه پکین، محترم رئیس شورای دانشگاه، دوستان گرامی، عنوان پروفسور افتخاری یکی از دانشگاه‌های پیشصف و معروف چین برای من شرفی بزرگ است. برابریت و شورای علمی دانشگاه که این عنوان بلند را برای این جاری مناسب دانستند، سپاس عمیق خود را ابراز می‌نمایم. دانشگاه پکین که با نام بی‌د معروف است، در طول تاریخ بیش از 100 ساله خود، یعنی 128 سال، با دستاوردهای تعلیمی و علمی به حیث یکی از مکتب‌های عالی پیشرفته در جهان شهرت پیدا کرده است. این بارگاه علم و معرفت از روی رده‌بندی‌های بین‌المللی در قطار 15 دانشگاه اول جهان جای داشته، در آسیا دومین مؤسسه تحصیلات عالی به شمار می‌رود. قابل ذکر است که در میان 49,000 نفر دانشجویان دانشگاه، نمایندگان زیاده از 100 کشور جهان نیز به تحصیل فرا گرفته شدند. باعث قناعتمندی است که تا امروز 50 شهروند تاجیکستان این مؤسسه را با موفقیت ختم کرده، حالا 6 نفر دیگر در اساس بورسیه‌های دولتی چین در رشته‌های گوناگون تحصیل می‌نمایند. و من امروز در وقت ملاقات هم از جانب کاتب و هم از جانب رکتور درخواست کردم که 6 نفر این کم است، شما بیشتر بورسیه برای جوانان تاجیک جدا نمایید. آنها وعده دادند که 10 بورسیه دیگر برای جوانان تاجیک جدا می نمایند. این تحفه بهترین 10 نفر باز. حاضرین گرامی، مناسبت‌های دوستی و حسن همجواری نیک مردمان تاجیکستان و چین هنوز از زمان راه ابریشم ادامه دارد. باید تذکر داد که در رشد و تحکیم راه بزرگ ابریشم، شکل‌ها که از جمله گذشتگان ما تاجیکان می باشند سهمی بارز داشتند. با ما در این خصوص از جمله حجت‌های قدیمه سعودی که هنوز سال 1907 در یکی از مناره‌های دیوار بزرگ چین کشف شده بودند معلومات ارزشمندی دارد. این دریافت‌های تاریخی را دایره‌های علمی و اکادمی با عنوان نامه‌های کهنه می‌شناسند. از اینجاست که در این مسیر زبان سعودی کاربردی فراگیر داشته، نقش لینگوا فرانکا یعنی زبان معاشرت بین المللی را اجرا می‌کرد. ما هنوز در تاجیکستان نمونه زنده این زبان باستانی یغناوی را حفظ کرده ایم. در دو کشور از هر جایی که راه ابریشم می‌گذشت، نشانه‌های داد و گرفت فرهنگی تاجیکان و چینی‌ها تا به حال باقی مانده‌اند. دوستان گرامی، سال روان 9 سپتامبر تاجیکستان بزرگترین دستاورد تاریخی نوین خود 35 سالگی استقلال دولتیش را جشن می‌گیرد. طی این دوره در نزد دولت ما یکی از وظیفه‌های مهمترین دریافت موقع شایسته به حیث سوبیکت صاحب اختیاری نظام رابطه‌های بین‌المللی نیست. در این زمینه ما بر پایه اصول درهای گشاده سیاست خارجی متوازن و صلح‌آمیز و سازنده را راه‌اندازی نموده‌ایم و به میدان پیش می‌بریم. تاجیکستان امروز با 186 کشور جهان
رابطه‌های استواری دیپلماتی دارد و با آنها مناسبات دوستانه و همکاری‌های سودمند را در ساحه‌های گوناگون راه‌اندازی کرده است. آن هم قابل ذکر است که کشور ما با یک قطار دولت‌های نزدیک و همجوار رابطه‌های شریکی‌اش را تا به سطح استراتژی برآورده است. باعث قناعتمندی است که در این قطار همسایه نزدیک با اعتماد ما جمهوری مردمی چین جایگاه خاص دارد. نگاه به تاریخ معاصر مناسبات دو کشور از آن درنگ می‌دهد که رابطه‌های تاجیکستان و چین از ابتدا مسیر رشد استوار را طی نموده امروز در سطح شریکی همه‌جانبه استراتژی قرار دارند. از این رو مناسبت‌های ما که بر پایه سطح بلند اعتماد بنا یافتند با مرام گسترش یافته ایستادند. آنها فراگیر همکاری‌های مستحکم سیاسی و امنیتی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری و دیگر ساحه‌های مورد توجه دو جانب میباشد. ما عزم قطعی داریم که در تکیه به اصولهای دوستی و حسن همجواری مناسبت‌های دو کشور را در همه سمت‌های ذکر شده باز هم وسعت بخشیم. حاضرین گرامی، طوری که معلوم است رابطه‌های علمی و معرفتی و فرهنگی در هر دور و زمان با قوی گشتن دوستی، همدیگر فهمی و رفاقت بین خلق‌ها مساعدت کرده‌اند. در شرایط کنونی علم و معرفت همچون نیروی پیشبرنده جامعه اهمیت خاص پیدا کرده است. با در نظر داشت آن که زیاده از 70% اهالی تاجیکستان را جوانان تا 30 ساله تشکیل می‌دهند، مسئله علم و معارف و رشد نیروی انسانی یکی از سمت‌های افضل‌الناک سیاست داخلی دولت ما را تشکیل می‌دهد. همین است که در 35 سال استقلال شماره مکتب‌های عالی در کشور از 13 تا 48 عدد افزایش یافته است. همزمان با این شماره دانشجویان در آنها از 70,000 تا به زیاده از 225,000 نفر رسیده است. در برابر حکومت تاجیکستان جهت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت، دانش و جهانبینی دانشجویان، برخوردار گردیدن آنها از دستاوردهای علم و تکنولوژی‌های معاصر پیوسته تلاش می‌ورزد. در این روند ما با توسعه همکاری با چین در ساحه‌های تحصیلات عالی، تکنولوژی، اینواسیون و تبادل اکادمی توجهی پیوسته ظاهر نموده. این ساحه‌ها را از جمله سمت‌های مهم مناسبت‌های دو کشور می‌دانیم. حالا زیاده از 40,000 نفر جوانان تاجیکستان در مکتب‌های تحصیلات عالی 47 کشور دنیا مشغول آموختن علم و دانش میباشند. هر سال به حساب میانه دولت و خارج کشور به دانشگاه و دانشگاه‌های با نفوذ دنیا بیش از 5,000 جوانان بالایاقت را برای علم آموزی روانه میکنند. از این شماره در چین قریب 6,000 نفر دانشجو از کشور ما تحصیل نمودند. طول دوره صاحب استقلالی مکتب‌های عالی چین دوست را در مجموع بیش از 10,000 نفر شهروندان تاجیکستان ختم کردند. لیکن این حالا هم کم است. این رقم ها بازگوی هوسمندی جوانان تاجیک برای تحصیل و علم آموزی در چین می باشند. در این میان جوانان تاجیک بیشتر و آموزش علم‌های دقیق، مهندسی، تکنولوژی و اطلاعاتی، اقتصادی رقمی و ذهنی توجه صاحب می‌نمایند. همچنین
در تاجیکستان به آموزش زبان و فرهنگ چین توجه داده می شود. مرکزهای کنفوتسی در نزد دانشگاه تاجیکستان تعلیم زبان و معرفی فرهنگ چین سنگزاد. علاوه بر این در حاشیه این سفر بین مقامات دخلدار دو کشور سند دخلدار اوید به تأسیس باز یک مرکز کنفوتسی در نزد دانشگاه دولتی دنگره با امضا خواهد رسید. در برابر این در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان مرکز تجربوی و تعلیمات کسبی تاجیکستان و چین کارگاه دیوبند تأسیس داده شده است. امروز 10 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی تاجیکستان عضو شبکه دانشگاه‌های سازمان همکاری شانگهای بوده. در 13 دانشگاه ما آموزش از روی اختصاص زبان چینی برآورده شده است. دوستان عزیز، همکاری‌های تاجیکستان و چین در ساحه علم و فرهنگ همچنین می‌تواند توسط راه‌اندازی تحقیقات مشترک علمی در بخش‌های گیولوژی، تغییریابی اقلیم، حفظ پریک‌ها، ذخیره‌های آب، تاریخ، باستانشناسی و میراث فرهنگی مضمون و محتوای نو پیدا نمود. از جمله با در نظر داشت طبیعت کوهسار که 93% حدود کشور را تشکیل می‌دهد، معدن‌های غنی گیولوژی، پریک‌ها و منظره‌های نادر طبیعی تاجیکستان. تجربه چین در ساحه گیوپارک‌های گلوبالی یونسکو می‌تواند یک بخش همکاری‌های علمی باشد. ترجمه و نشر آثار علمی و فرهنگی واسطه دیگری مهم نزدیکسازی خلق‌ها به حساب می‌رود. تا به امروز ده‌ها کتاب به زبان‌های تاجیکی و چینی ترجمه شده. من مراجعه به شما جوانانی که از تاجیکستان تحصیل می‌کنید. اگر خدا ما را جوان می‌کرد از نو، من باز از نو می‌خواندم. در زمان ما تحصیل کردیم، حتی زبانی تاجیکی آموزگار نبود. آموزگار عموما نمی‌رسید. مکتب نبود. حالا همه چی مهیا شده است. از اول من ساحه علم و معارف را پیدا کردم. حالی هم قرار دارم. برای چی؟ یگان دولت به این ساحه رشد نمی‌کند. از آن جمله چین به علم معارف یگان دولت دنیا رشد نمی‌کند، ترقی نمی‌کند. ملتی بی‌سواد کجا می‌رود؟ کجا؟ دولت کی آباد می‌کند؟ متخصص، دانشمند، معمار، مهندس، خانه. یک زبان، 5 زبان، 10 زبان خارجی را اسکو کنید. یک کس نه، 10 کس را وقت استفاده برید اسکو کنید. جوانی تیز میگذرند. نمونه برجسته آنها اثر دانشمند بزرگ تاجیک اکادمیک باباجان غفورов تاجیکان تاریخ قدیم و اصل میانند و زبان چینی و تاجیکان رسم و آیین و فرهنگی مردمی به زبان تاجیکی میباشد. آموزش سرچشمه‌های باستانی چینی آیین به تاریخ تاجیکان سمت دیگری همکاری‌های مفید عالمان دو کشور به شمار می‌آید. چنین اقدامات علمی امکان می‌دهد که ما یکدیگر را باز هم بهتر شناسیم و پیوندهای دیرینه معنوی و ذهنی مردمانمان را با مضمون و محتوای مناسب غنی گردانیم. باور داریم که گسترش همکاری‌ها در ساحه علم و معارف و فرهنگ برای تربیت نسل نو متخصصان رقابت پذیر در شرایط معاصر پایه‌های استوار فراهم می‌سازد. در خاتمه سخن خود بار دیگر با هیئت دانشگاه پکین برای حسن توجه برای 10 کوتا علاوگی جدا کردگی و به پذیرایی گرم ابراز سپاس صمیمی می‌نمایم و همه شما حاضرین گرامی صحتمندی کامل و کامیابی‌های نوین به مردم دوست چین صلح و ثبات
شکوفایی و پیشرفت پایدار آرزومند هستیم. از توجهتان سپاسگزارم.